در خدمت شما هستیم با یه ویدیو آموزشی در مورد نحوه استفاده از ویژگی رمزگذاری یا انکریپشن دستگاه‌های برایتون. همونطور که میدونید یکی از ویژگی‌هایی که در بعضی از دستگاه‌های برایتون هست ویژگی انکریپشن یا رمزگذاریه. با استفاده از این ویژگی شما میتونید فایل هایی که ازشون بکاپ میگیرید رو رمزگذاری کنید و زمانی که میخواید از اونها تو لپتاپ و پیسی خودتون استفاده کنید با رمزی که توی دستگاه خودتون گذاشتید اون فایل رو باز کنید. برای فعالسازی وارد منوی اصلی دستگاه بشید، از قسمت سمت چپ وارد بخش سیستم بشید و توی قسمت امنیت گزینه رمزگذاری رو انتخاب کنید. خب شما توی این قسمت میتونید انتخاب کنید که هم برای فایل‌های صوتی و تصویری هم برای تنظیماتی که بکاپ میگیرید این پسورد قابل استفاده باشه. خب یه پسوردی که مد نظرتون رو انتخاب کنید، گزینه درخواست رو بزنید، وارد بخش پشتیبانگیری یا بکاپ بشید که از قسمت سمت چپ آخرین مورد. کانالی که میخواید تصویرش رو بکاپ بگیرید انتخاب کنید، تاریخ و ساعت رو هم همینطور مشخص کنید. از قسمت سمت راست فراموش نکنید که فرمت فایلتون رو انتخاب کنید، جستجو رو بزنید. خب این فایلی که من میخوام برای من نمایش داده شد. حالا فلشتون رو به دستگاه متصل کنید و گزینه شروع کردن رو بزنید تا این فیلم رو به فلش شما منتقل کنه. منتظر بمونید تا به فلشتون انتقال پیدا کنه. بعد از اون ما مراحل دیگر رو هم با هم خواهیم داشت. خب همونطوری که مشاهده میکنید پیام پشتیبان تهیه شد برای شما ارسال شد. حالا شما میتونید فلش خودتون رو از دستگاه جدا کنید و به کامپیوتر یا لپتاپتون بزنید. بعد از اینکه متصل کردید باز کنید، میبینید که این فایلی هستش که ما از دستگاهمون به روی فلش ریختیم. حالا برای اینکه بازش کنیم ببینید چه کاری باید انجام بدیم. خب شما روی فایل که کلیک کنید باید این رمزی که اونور انتخاب کردید رو اینجا وارد کنید تا بتونید تصویرتون رو ببینید. رمز رو وارد کنید، گزینه اوکی رو بزنید و همونطوری که مشاهده میکنید ما تصویر رو اینجا داریم.